داریم. حضرت علامه لاهور آدمی مسلمان عصر یکمی 20 وصف کرد. چی گفته که تن پرست و جاه مست و کم نگاه. مسلمان امروزه را تن پرست برای یک کسلیش یا بیماریش امروز صرف خرج میکنه. تاجیکستان قطع قناعت نمیکنه، روسیه میروه یا گرمان میروه، اینجا قطع قناعت نمیکنه، اسرائیل پیش جهوتا میروه، صرف خرج دنیا میکنه که صحت شوه، کسلیم صحت شوه و نم برم. ببین اما برای ایمانش قدر صرف خرج نمیکنه، برای ایمانش برای اسلامش قدر داو نمیکنه، برای ایمان و اسلامش حتی میگوی در بامداد و در خفتن برای چی در جماعت نیست؟ میگه کار دارم. در همین نماز بامداد در ساعت همین 4 10 دقیقه کارخانه کار میکنه. خدا که هدایتت نکنه این طریقه ساعتی 4 15 کجا کار میکنه؟ میگه کار داریم نمیرسم. یا در خفتن میگه نمیرسم. اما برای تن پرستی سلامتیش مردش هم میبینه نمیدونی او رو چرخ میزنه فر میگرده. برای دمگیری و سالم کردن بدنش استراحتگاه میره، صرف خرج میلیون ها میکنه در همونجا که تنم صحت شوه و جوان شوه نم برم. ببین اما صحابای رسول الله چگونه بودن؟ صحابای پیامبر چگونه بودن؟ صحابه از دنیا گذشته شد در کدام غزوه؟ صحابه بیان میکنه که یک نفر شهید شد، میگه حتی لباس نیافتیم که کفنش کنیم. یک لطه بود، میگه بالا میکشیدیمش پوچکاش نمایان میشید، با پاش میکشیدیم سر نمایان میشید. میگن نصف شب همون لباسش میگه پشاندیم، نصفش ایزخیر علف قطی پشاندیم و گروش کردیم. ببین اونا چگونه بودن و ما و شما چگونه هستیم. علامه لاهور میگه مسلمان امروزه را تن پرست و جاه مست و کم نگاه، اندرونش بی نصیب از لا اله. پرده در حرم زاد و کلیسا را مرید، پرده ناموس ما را بردارید. در حرم زاد، پدر و مادرش مسلمان و مسلمان زاده است، اما از چی است؟ از رفتار پدر و مادرش پروایی نداره از دینش. در حرم زاد و کلیسا را مرید، پرده ناموس ما را بردارید. آه از قومی که چشم از خیش بست، دل به غیر الله بس از خودگوش است. دامن او را گرفتن ابلهی است، سینه او از دل روشن تهی است. مومن است و پیشه او کافری است، دین عرفانش سراپا کافری است. در بدن داری اگر سوزی حیات، هست معراج مسلمان در صلات. ور نداری خونی گرمن در بدن، سجده تو نیست جز رسمی کهن. اگر خونی گرم مسلمانی در وجودت نداشته باشی، این نمازت خم شدن راست شدن است خلاص.